بچه که هیچداری آمده بقله مردوز مایی هیچداری آنو میدیگه بچه که هیچداره چکار شد گیلک چیه؟ بیا تو بیا ها؟ با کجا اجاره کو؟ بابا اینجا بچه چوام واکنه بیا دیده اصلا وری درست میگه علی نگو تو شما علی چوب کنی پیش شما بابا اینا نه پیش نرو بگه چه کار کنه مالی؟ من نمیخوام پیش شما من بگم پس بچه برای برای خوب باشه من میرم عجیب بوم کنیم مردوز مایه نیاین شما نیاین من میرم عجیبه نرو مردوز مایه باشه گیلا چیکار کنی؟ برای ماما شما موضوع باشه ما برو ملگی خبر کنم برو برو ملگی خبر میکنم ایست برو نره ما پیش نره بیایی میبر چرا اینا تو برا سویی رفتم پیش نره نزنی با کنه که چند نفر بگن گیلک زودترش بیاره رمضان تو به جلوی برستم نمیشه من نمیتونم 4 طرف از این میگیری نمیگذاری کی بگی من نمیتونم من جرأت ندارم تکو رمضان شما 2 نفر از اون ور بیاین 2 نفر ما از این ور بیاین که ایتم نجه بابا شاگل نمیگه استاد هم نمیبینیم بگه من نمیترسم بچه بچه این گیلک چکار کنم این از که یک رفته با پیش نرو ایبریا پیش نرو نمیشه رمضان خیلی بچه بیزا باشه بچه تا گیلک بچه که بیارم بچه نرو کشی کلو خوددار رو دیبر نرو تو چی دی؟ نرو پیش نرو تو چی دی؟ بابا این چی بلاییه که ما تا حالا تو چیزی با تمیدی ندیدی انا حرکت که برای افتاد نرو پیش نرو چی خوبه دیگه کجی علی من سب رمضان لالا ما ندیدیم چیکار کنیم این چیه نمیفهمی تو امر تو نمیگی من ولگ بتونم من پیش برم من پیشیو من میترسم نه پیش نرو نکن کو من نمیتونم برو من میرم من بیخی دل حالا ما کیر پیدا کنیم که بیایم سعی کنه چیه این ما نگو یک کار بکنه
شما همیشه آماده باشین که میشه کنون چی آماده باشین که من ضایع نکنه. خوب ماما شاگل بری بری شما که ناسم دید از یک بلای چیزی باشه دیگه از ما خلاصه. هر دانی ما جستین شما هم برد ما بده هم نیچون آخه اگه من شما جستین دیگه من از بزرد اتفاق کنه شما که میگین دیگه هیچی دیگه ما با شما چوب بلنده بگیرین شما نمیدی ماما شاگل نمیدی نگو نورالله تو میتونی بگیرم چه بده برو یک دقیقه بکشه که ما میخوره شما میخوره شما چهار طرف هم داشته باشه بس باش ماما شاگل من سل میکنم شما چهار طرف هم نیاز نداشته باشه سب نورالله چور بگیر نورالله چور بگیر دفاع کن از خوب فهمیدن نمیشه که چیه بخدا سب کن من از این یک دنبال پیشتی برا کوری نمیشه که چیه برو که بالا کشی دست چیه پاس بی چیه پاس بی یک بدوام چیزه پاس بی شو که جری بر شو چکار خود چکار کنیم نمیتو باشه و تعمیده رمضان بگاره برای کاسباس خبر کنیم ما نمیتونیم یک دقیقه بگیرش پیش بیا تو چی دی؟ نورالله برا این خره این کن ماما نوروزه نه این خره بده ایشتا آدم ها بدم نه این پیش که هست من اینجا کنه دلبند هم این خردان دارم خر ماما نوروز نیه این چرا این تکردمی چی میفهم لالا کسی که دلبند ما و شما بنداخته بعد بگیم گیلک رد خورم برم حال ما میترسون که به تعمی قلم برم تاوی مردم هم دل سرخ کرده باشه خدا یک ذره اعتباری نیه نان یک گلش با بیلا حالا حتما امی تا بو شده بوده او هم مثل که بترسیده بوده نه یک کار کنه رمضان از این بچه ها که برین گیلک پیدا کنیم مردم همه جمع خواهد داره والی نیه به تعدی هم نیه خدا میدونه به کجا بره بریم لالا بریم میگم دیگه بگذارین که بچه ریا خر خود خوب بره کار میکنه بگیری خر بسته کنه ماما نوروز همین دیگه خر بخرونه که همین دیگه بخیر لط کنیم ما دیگر شکل آل رمضان همی گیلک به همی سادگی خوب به همی نادرنی خوسک و همه ما و شما دستگاه که سرس و بچه شده گفته بیان که بره بقله شعاری آماده یاره که می دویدم برادرم با ویلا یاره ببوم همه چی اختلاط ها میکرده با ویلا میگه من بچه بیدم کارا میکردم میگه مردم علمی دادم مردم فلان شده خیلی زندگی یک اجدار بیای به خونه بقله بیای بخور بندازونه نیلولا گردن تو به هم باشه اجدار بقله بیای یعنی ایتا بفن که آدم یک لقمه بیشتر میشه اجدار به کجا بوده؟ ها؟ بله اجدار به کجا بوده؟ که اجدار به کجا بوده که تو لگب میدنی اجدار به تا قلعه بیای به کجا قلعه اجدار آمده بوده؟ یک صبح میگم سرگیو 2 ساعت دیر تو اینجا علاف کردی او در راه ما بدویدیم بیا آمدیم به پیش تو آخرم خر ماما نوروز تا سری بپوشیدی خودت چپ شدی مار مسخره کردی نه نیلولا ایشته نه اگر نبوده بچه بجستی نسدی به پیش ما اگه اجدار میگنی که 4 5 تا مار میخورد چرا تو فرار کردی پس ما راست خود بگم بگو راست خور به سر مادر خود من نمیزنم راست خور بگو چوب بده آنی به کلی چوب بگو آنی بگو دستامو که کار میکنه اگه چوب کار نکنه بگو دیشب بابوم اختلاط کردن خب بابومه گفتم همیت اختلاط میکردن خود مادر مینا گفتن که
بچگی چی بوده؟ اختلاط میکردن. گفتم بچگی چی بوده؟ گفتم من زمانی که 12 ساله بودم خر داشته من گفته که بابام اختلاط که گفته که نمبر رفتم مردم اول دادم. یک بار بگرفتم من خاکش بگرفتم تا سر خر کشیدم چردوبر خرم تا نوکش کردم من تا کوچه استاد کردم برفتم کمک کشیدم برادرها بگیرین که به غریه اجدار و مردزمای آمده. گفت تمام محله و غریه و همه گفته خود سوتچوها جمع شدن. گفت بخم کلی عجی گوهم تا که سر دمی که من نگفتم که بابا این خر مانه گوهم تا که سر کله باف کردم به سر کله خرم یک دمی سعی کردم خر بم برد. خب پس تو با می خاطر ما رو فعلان کردی یا جزا خو میفهمی که این رو چیه؟ چیه؟ بخی استاده شو بخی بالا که پاخو یک پاخو نمیته بالا که استاد شو دست خو نگی گوشا خورم بگی پاخو بالا که فیلم ها قدیمه تو ولی بسر ما بایی بازی کنی فیلم هایی که بابو تو 20 سال پیش بازی کرده بوده همین تا استاده شو که تا پا دیگه تم به درد بیایه به زمین بخوری که دیگه این کار نکنی.